Mo'ylab رو کدوم طرز پس کنیم که قسمت مولا یعنی رسول صلی الله علیه وسلم از فطرت یعنی علم فطرت وقتی که بیان میکند یعنی چی؟ قصو شوارب مولا با پست کردن مولا با پست کردن مولا پست کردن این از چی؟ از فطرت و حدیث حتی ابن اسحاق مغازی بر روایت میکند که رسول صلی الله علیه وسلم هر دو وی میگوید که من امرکم بهذا گفت میگوید که امرنا بهذا ربنا گفت میگوید که و اما ربی امرنی فاما ربی فامرنی بماذا باعفاء اللحى و بقص الشوارب یعنی هر دو من اومده بود از نزد کسرا میگوید ریشش حلق تراشیدگی مویله باش دراز میگوید کی شما امر کرد این کار به و هم میگن که پروردگار ما یعنی همین امپراتوریشه چی میگوید یعنی پروردگار میگوید که یعنی ریشه تراشیم مویله با دراز کنیم میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم میگه اما پروردگار من امر کرد که ریشه دراز مونیم مویله با چکنیم پست کنیم مویله با چیکار کنیم پست کنیم هم به حدیث نزدن اومده که توقیت اومده که چه 40 یعنی مویله از 40 روز بسیار نیستد یعنی از 40 روز دوید استادنش ممکنه این چیز حرام این چیز خلاف میشه این چیز برای همین اهل معلومش نه که تو 40 روز بره ممکن مویله که همین دراز که شد میگیری ممکن یک هفته به یک بار ممکن 10 روز به یک بار ممکن 2 هفته به یک بار ممکن 3 روز به یک بار مثلا یعنی معناش مویله چی گفتم یعنی نمیتراشی با قایچی فقط قص پس بکرید همین طرف اهم شای چی دهم به بیاد شارب یعنی همراه شما ننوشد یا که نخورد